سلام، طاهری سفر هستم و اخبار امروز چهارشنبه 25 ینور را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنم. امروز در برنامه مقامات سوخت سبب گروگانگیری شهروند قرقیزستان در این ولایت را شرح دادند. گروگان گرفتن قرضدار میشن، دادو گرفتیم پولی مالی دارن، بعد نه برنمیگردونن. اینا یکم تاش میآید در خونه من میدارن تا مبلغ را نیاریم نمیتیم. همین سبب وزارت صنعت میگوید بخش بزرگی از تولید طلا در کشور باقی میماند. زیاده از 109% حجم محصولات سال 2015 از جانب کارخانه‌ها استحصال شده است و در عموم 87% آن از جانب بانک ملی و وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان خریداری شده است. و مخالفان حکومت سوریه از بعضی از بندهای اعلامیه نشست آستانه ناراحتند. وقتی به ما بیانیه نهایی رو پیشنهاد کردند، ما گفتیم که ایراد زیاد داریم. بالاتر از همه ایران رو کفیل نشان دادند. تفصیل خبرها. مقامات انتظامی ولایت سوخت گفتند بحث سر پل سبب گروگانگیری یک شهروند قرقیزستان در ولایت شده است. شریف نظرزاده سردار ریاست کارهای داخلی روز 25 ینور در نشست خبری در خوجند گفت دو ساکن ولایت پدر و پسر نبیجان و حکیم نبیف اقشال کالبایوی قرقیزستانی را برای بازنگردانیدن پلشان خودسرانه دستگیر و شکنجه کردند. گروگان گرفتن قرضدار میشن، دادو گرفتیم پولی مالی دارن، بعد نه برنمیگردونن. اینا یکم تاش میآید در خونه من میدارن تا مبلغ را نیاریم نمیتیم. همین سبب شریف نظرزاده در نشست خبری گفت اقشال کالبایف به خوجند آمده است و پدر و پسر به او گفتند تا زمانی که قرضشان را بر نگرداند رهایش نمیکنند. اقشال کالبایف بعد رهایی و بازگشت به قرقیزستان گفت که با خانواده نبیف در گذشته دوستی نزدیک بوده است. ظاهرا بحث دو طرف سری بیشتر از $20,000 سبب این جنجال شده است. و وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین در تاجیکستان گفت که سال گذشته استخراج و استحصال متال های گرانبها به خصوص طلا نظر به سال 2015 به طور بی سابقه افزایش یافته است. زیاده از 109% حجم محصولات سال 2015 از جانب کارخانه‌ها استحصال شده است و در عموم 87% آن از جانب بانک ملی و وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان خریداری شده است. مقامات وزارت ضمن صحبت در نشست خبری در دوشنبه روز 25 ینور آمار درباره استحصال طلا در سال 2016 را آشکار نکردند، اما سال 2015 در تاجیکستان تقریبا 4 تن و 450 کیلو طلا استحصال شده است. وزیر صنعت و تکنولوژی نو گفت طلای استحصال کرده را طوری شنیدیم عمدتاً بانک ملی و وزارت مالیه برای غنی کردن ذخیره طلا و ارزی کشور می‌خرند. در دوشنبه نشست خبری دیگر هم بود و مقامات تاجیکستان گفتند سال 2016 در زندان‌های کشور 10 زندانی فوتیدند و سبب مرگ اکثریت آنها بیماری بوده است. رستم شامراد وزیر عدلیه در نشست خبری در دوشنبه گفت هیچ یک از این زندانیان خودکشی نکرده است و یا شکنجه نشده است. هرچند حامیان حقوق میگویند بدرفتاری با زندانیان و خودکشی در زندان‌های تاجیکستان کم نیست. برات یوسفی گزارش می‌دهد. مقامات عدلیه تاجیک میگویند در سال گذشته 2015 64 نفر زندانیان در محبس‌های تاجیکستان فوتیدند. رستم شامرودزاده وزیر عدلیه تاجیکستان روز 25 ینور در نشست خبری وزارتش با اعلان این رقم گفت کسی از این زندانیان فوتیده خودکشی نکرده است. از این 16 نفر با بیماری سیل، 44 از بیماری امراض درونه و 4 نفر از حادثه‌های ناگواری که شدگان در استحصالات چی است. شاهمرادزاده گفت هر مورد فوتیدن محبوسان در زندان از سوی کمیسیون مخصوص وزارت‌های عدلیه و تندرستی اینچنین دادستانی انفرادی تحقیق شده است. وزیر عدلیه تاجیکستان همزمان خبرها در مورد تبلیغات گروه‌های افراطی در محبس را رد کرده و گفت که زندان‌ها پرره از طریق دوربین‌ها و از طریق مأموران زیر نظارت است و چنین شایعه‌ها اساس ندارند. برای که مؤسسه پوشیده است، یگانه کاری که با محبوسان میبرند این کارمندان تربیوی خودی مقامات است
албатта воридшавӣ ба он ҷо тибқи тартиби муайян аст ва ташкилотҳои ҷамъиятии дигар низ имконияти воридшавиро доранд. вазири адлияи тоҷикистон дар мавриди боздиди намояндагони созмони байналмилалии салиби сурх аз муассисаҳои ислоҳии вазорат гуфт, ин созмон ҳаққи бевосита ва дар ҳама ҳолат ворид шудан ба ин муассисаҳоро надорад. имрӯз мо як гурӯҳи кории ҳукуматӣ дорем ки бо салиби сурх мо вай дорем, муҳокимаи масъаларо дорем ва таклифи худамон ба салиби сурх пешниҳод шудагӣ аст оид ба ин масъала ва мо интизори ҷавоби онҳо ҳастем. То имрӯз ҳоли ҷавоби чӣ гирифтагӣ нестем. то замони авфи соли 2016 дар зиндонҳои тоҷикистон ҳудуди 12 000 нафар нигаҳдорӣ мешуданд. тибқи қонуни авфи соли 2016 танҳо дар муассисаҳои иҷрои ҷазои ҷиноятӣ авф дар баробари 9332 нафар маҳбус татбиқ шудааст. رو میاریم به مسائل بین المللی. روسیه، ایران و ترکیه گفتند که خودشان برنامه نظارت و اجرای سازش شکننده آتش بس در سوریه را به راه میاندازند. اما با انجام مذاکرات دو روزه در شهر آستانه قزاقستان در روز 24 ینور گروه‌های شورشی سوریه گفتند که در باره طرح اراده زیاد دارند، به خصوص دایر به شرکت ایران در این برنامه. میرزا نبی خالقزاد گزارش می‌دهد. سازش آتش بس در سوریه همین گونه به نظر می رسد. این ویدیوی سازمان امدادی کلاه سفیدان است که پیامد بمباران ولایت خمس را نشان می دهد. خبرگزاری رایترز می گوید ویدیو 22 ینور نشر شده و اصلی است. روزهای 23 و 24 ینور دیپلمات‌های روسیه و ایران و ترکیه با نمایندگان حکومت و گروه‌های شورشی در پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. هدفشان جلب رضایت گروه‌های درگیر با طرح سازش صلح بود. اما مذاکرات در آستانه با تعهدات نامفهوم سه قدرت برای پیدا کردن شیوه نظارت سازش آتش بس حاصل شده در ماه دکبر انجام یافت. حالا واضح نیست که این مکانیزم چگونه اجرا می شود. سخنگوی هیئت مخالفان سوریه گفت که آنها اراده زیاد دارند. ҳаятҳои эрон, русия ва туркия қарор карданд ки механизми сеҷонибаи назорату риояти созиши оташбас ва пешгирӣ аз иғво таъсис ёбад ва тамоми шартҳои оташбас мушаххас шавад. حالا واضح نیست که این مکانیزم چگونه اجرا می شود. سخنگوی هیئت مخالفان سوریه گفت که آنها اراده زیاد دارند. ما یک طرف سازش نیستیم. این سازش میان ترکیه و ایران و روسیه است. آنها کشورهای مستقلند و هر سازشی که خواهند امضا میکنند. بیانیه از خود آنهاست. وقتی به ما بیانیه نهایی را پیشنهاد کردند، ما گفتیم که اراده زیاد داریم. بالاتر از همه ایران را کفیل نشان دادند. به مذاکرات گروه دولت اسلامی و حلقه های القاعده شامل نبودند. از زمان شروع جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 تا کنون 300,000 نفر کشته شده و میلیون ها نفر دیگر به خانمان شدند. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات سبب تلفات ناگهانی ماهی زیاد در یکی از ممنوعگاه‌های کشور را شرح دادند. نماینده کمیته حفظ محیط زیست در صحبت با رادیو آزادی روز 24 ینور گفت که فوت ماهی در بیشه پلنگان یک ممنوعگاه بزرگ کشور به سبب حرارت بلند هوا بوده است. اسکندر فیروز با معاون مدیر بیشه پلنگان عبیدالله اکرموف صحبت کرد. سال گذشته فوت ماهی‌ها در بیشه پلنگان مشاهده شده است. این چرا رخ داد؟ سبب اساسی این است که شما خوب میدونید که یک بار بلند شدن حرارت هوا با 57 گراد است. وقتی که در آبی کوله که مثلا حرارت گرمی هوا یک بار بلند می شود، نورسایی اکسیژن در آب که مشاهده کرده شده است و این فوت طبیعی بود. وقتی که ما تحقیقات گذاران شده که در برآمد خود خیلی کردم، در مسافه هر 100-110 متر فوت یک ماهی. این هم که باشد بعضی حالت‌های هستند که از ماهی‌ها از سبب در یک بار پس شدن آب در میمونند و در رسیدن اکسیژن و در رسیدن محیط شناوری میفوتند و این حالت‌ها تقریبا یک 7 روز دوام کرد که بعد 7 روز باز مهمگاه حالت خود را گرفت و موافق مشاهده میراد که قریب یک 40 یا که 45 دانه ماهی فوت است که این طبیعی است. و بگید امروز آیا مبلغ کفایت میکند
بله شما سوال درست به موارد دادید. امروز برای هر یک حیوان نادر ممنوعگاه 19 درم برای زمستان گذرانی که این عموما در یگان سیاره زمین این مبلغ جدا کرده نمیشه و ما باید این رو به نظر گرفت که در زمستان سردی هوایی که اگر حیوان 2 روز یا 3 روز اگر غذایی نگیرد به خطرهای مهوشوی آورده میرسند و بسیار آنها از سبب کم حرکتی میتوانند که به کوهها افتند و چقوری افتند مثلا با یا که صید حیوانات وحشی شوند که این قانون طبیعت رو ویران میکنند. سال گذشته آیا بودن حالت‌های غیر قانونی شکار در این ممنوع؟ بله این حالت‌ها وجود دارند. مثلا گیریم ما خوب میدونیم که وقتی که زمستان میشه کوچش بیولوژی پرندگان در این منطقه زیاد میشود و در حالت شکاری پرندگان آبی به نظر میرسید و این هم باشد در قسمت منطقه محافظتی سرحدی آن که با قسمت دریای چپی دریای وحش هم سرحدی دارد و از بس که این قسمت جزیره هایی هستند که تا امروز به ممنوعگاه وابسته نشدند و همچون جزیره های به حالت طبیعی خود پرتافته شده هستند و نوبست از این که کارمندان ممنوعگاه حرکت میکنند که نظارت در این منطقه برند و از طرف دیگر مسئله این است که از بس که این منطقه که زیر نظارت ممنوعگاه وجود ندارد و در بعضی حالت‌ها شکار پرندگان آبی در سال 2016 در بعضی حالت‌ها به نظر می‌رسید. نوبست از این رهبریت ممنوعگاه ناظران جمعیتی را از این منطقه از محله‌هایی که برای منطقه همسایه هستند انتخاب نمود و آنها را باور کنند که در صورت داشتن چنین شخصان کمک مالیوی هوسمندی مالیوی کرده می‌شود. خوشبختانه امروز این سیستم کار کرده ایستاده است و دیگر حالتی هستند که خود پرندگان در قسمت ممنوعگاه خودشون میفهمند. مثلا بکلن یکی از پرنده آبی بزرگ جوسه است. خوبی کار در آن است که وقتی که به تاجیکستان می‌آید بیشتر مورماهی را نابود می‌کند که مورماهی در اکوسیستم آبی ریشه پلنگان یکی از مورماهی خطرناک است و بکلن هنگام داشتن مورماهی بزرگ در وقت پرواز به مثلا یعنی به صدمه‌های طبیعی روبرو میشد. وقتی که ماهی بزرگ را که استعمال میکند در گلوش در میماند و افتیده نابود میشه. این حادثه هم وجود داشتند. و گزارش و صحبت کامل در این باره در وبسایت azadi.org هم هست و هم در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب. روز 19 انور است. در گذشت سهراب شریپوف یکی از سیاستمداران به گفته خبرنگاران آزاداندیشی تاجیک 2 سال سپری شد. او هم مشاور رئیس جمهور و هم رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان بود و از آن سیاستمدارانی بود که از صحبت با خبرنگاران به قول نمی‌ترسید و احیانا مخالفتش با سیاست‌های حکومت را هم بیان می‌کرد. شهرداری دوشنبه سال گذشته کوچه را به نام سهراب شریپوف گذاشت و امردین عالم خبرنگار ما به این کوچه رفت. برای گرامی داشتی سیاستمدار سهراب شریپوف یکی از کوچه‌های پایتخت را به نام او گذاشتند. کوچه سرگی شاومیان ناحیه شاه منصور دوشنبه اکنون نام او را گرفت. در مراسم نامگذاری و پرده‌برداری از روی لوحه یادگاری سهراب شریپوف وکیلان مجلس نمایندگان کشور، سیاستشناسان، اهل زیا و دوستان و پیوندان مرحوم اشتراک کردند. من این یک خیابان کلانترین شهر دوشنبه را با نام این شخصیت بزرگ گذاشتند که این افتخار ملت است، افتخار ما خویشتباری این محروم است. نامگذاری کوچه بر روز مرگ سهراب راست آمد. 2 سال پیش 19 انور وکیل پارلمان سیاستمدار سهراب شریپوف به اطلاع طبیبان از خروج بیماری التهاب شش از دنیا گذشت. اون چیزی که در دل داشتند روی راست میگفتند. به ایبا به یگان گوییم که چی گوییم گپ‌های پس پردگی و روی راست برای آشکار بیانی او و مخصوصاً خصلت‌های تحملگرایی، دقت کرده گوش کردن شخص دیگر، این خصلت‌های عالی بودند که از محروم به ما باقی ماندند. قابل جان سهراب فرزند سیومی خاندان بود و با ظرافت و ذکاوتش از برادرانش فرق میکرد. کارشناسان دوره رهبری سهراب شریپوف را در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت کشور دوره اوج فعالیت کسبی او عنوان میکنند. و گزارش کامل و اخبار بیشتر از این در وبسایت azadi.org، در صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، نکلاسنیکی و هم شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب.